سلام، قرار توی این ویدیو در مورد خط روند صحبت بکنیم و هر چیزی که مربوط به خط روند و نحوه پول ساختن از خط روند میشه رو قرار توی این ویدیو بهت آموزش بدم. پس تا آخر این ویدیو همراه من باش. قبلش لایک و سابسکرایب یادت نره، بزن تا تو این ویدیو قراره در مورد خطوط روند، انواع و اقسام خطوط روند، نحوه ترسیمشون، کاربردشون در معاملات و اینکه به چه کار ما میان و چجوری ازشون پول بسازیم و یک سری نکات مهم صحبت بکنیم. در ویدیو قبلی متوجه شدیم زمانی که قیمت کف و سقف بالاتر برای ما میزند میگوییم روند صعودی است و زمانی که قیمت کف و سقف پایینتر میزند میگوییم روند نزولی است. همچنین یک روند خنثی و رنجی داشتیم که کف و سقف برابر میزد. برای ترسیم خط روند کافی است از این نوار ابزار گزینه ترند لاین، گزینه دوم رو اگر روی این فلش کلیک بکنید، گزینه اول ترند لاین یه خطیه که در دو سرش دو تا دایره کوچیک قرار داره. برای ترسیم خط روند کافی است دو تا کف در روند صعودی پیدا بکنید. زمانی که روند صعودیه دو تا کف پیدا میکنی و خط خودت ترسیم میشه، بهش میگیم روند صعودی. و در روند نزولی کافی است شما دو تا سقف رو به هم دیگه متصل بکنی و خط روند نزولی خودت رو ترسیم بکنی. این از ترسیم خط روند. پس برای ترسیم خط روند کافیه دو تا دره یا دو تا قله داشته باشیم و خط روند نزولی یا صعودی خودمون رو ترسیم بکنیم. حالا کاربرد این خط روند چیه؟ اولین کاربردش اینه که جهت مارکت رو راحت تر به شما نشون میده. یعنی زمانی که نمیتونید روند بازار رو تشخیص بدید از خطوط روند استفاده میکنید و جهت این خط به شما میگه که آقا روند صعودی است یا نزولی است. و کاربردهای مهمترش چیه؟ اولین کاربرد مهمش به عنوان حمایت و مقاومت استفاده می شود. حالا حمایت مقاومت چیه؟ در ویدیو بعدی مفصل در موردش صحبت می کنیم، ولی اینجا یه اشاره‌ای بکنم به حمایت و مقاومت. دقت بکنید الان اینجا ما یک خط روند نزولی داریم دیگه. زمانی که قیمت داره میاد بالا و به این خط میرسه ما انتظار داریم این خط روند عمل کنه و قیمت رو به سمت پایین هل بده. پس در روند نزولی خطوط روند به عنوان مقاومت، یعنی در برابر قیمت مقاومت میکنه. زمانی که قیمت بهش میرسه نمیذاره قیمت بره بالاتر و اونو هل میده پایین. در این حالت میگیم اصطلاحاً خط روند ما به عنوان مقاومت عمل کرده است. اوکی. در روند صعودی برعکسه. حالا من اینا رو پاک بکنم که راحت تر بهتون نشون بدم. در روند صعودی کاملا برعکسه. زمانی که قیمت میره بالا و به سمت در واقع خط روند صعودی ما شروع میکنه به حرکت کردن و برمیگرده به سمت خط روند صعودی ما، انتظارمون چیه؟ زمانی که قیمت داره میاد پایین این خط روند به عنوان حمایت عمل بکنه و قیمت رو هل بده به سمت بالا. و اولین کاربردش اینه که به عنوان حمایت عمل بکنه. قیمت رو چیکار بکنه؟ حمایت بکنه. پس یکی از کاربردهای مهم خطوط روند استفاده به عنوان حمایت و مقاومت. استفاده بعدی که از خطوط روند میشه دوستان گلم، زمانی که دیگه این خط روند تاریخ مصرفش اصطلاحاً میگذره و انتظار این رو داریم که دیگه وقتی تعداد برخوردها خیلی زیاد میشه بالاخره یه جای این خط روند چی میشه؟ شکسته میشه. یعنی چی؟ یعنی قیمت از اون خط روند چیکار میکنه؟ عبور میکند. یکی از کاربردهاش اینه که ما روی شکست خطوط روند بخوایم معامله باز کنیم. فعلا به نحوه باز کردن معامله روی خط روند کاری نداریم، فقط میخوایم با کاربردهاش آشنا بشیم. همین. پس یکی از کاربردهاش اینه که قیمت میاد و این خط روند رو میشکنه. ما روی شکست خطوط روند میتوانیم معامله باز کنیم. البته نکته مهم و در پرانتز، ما هیچ وقت
فقط از خط روند برای ورود به معامله استفاده نمی کنیم. این نکته خیلی مهمیه دوستان. هیچ وقت از ابزارهای تکنیکالی به تنهایی استفاده نمیشه. حالا ابزارهایی که در جلسات بعدی هم باشون آشنا میشویم، زمانی که این ابزارها رو ما با هم دیگه ترکیب بکنیم، اون موقع است که یک استراتژی داریم و با استراتژی به معامله ورود میکنیم. پس دوستان گلم، نکته مهمی که وجود داره اینه که ما میتوانیم از شکست خطوط روند هم استفاده بکنیم. یکی از کاربردهای خطوط روند در شکست خطوط روند است. کاربرد بعدی خطوط روند اینه که ما از خطوط روند در تایم فریم پایین برای تریگر یا نشانه ورود استفاده می کنیم. حالا اینو در جلسات خودش بهتون آموزش میدم. یعنی زمانی که ما حالا طبق ابزارهای مختلف فهمیدیم که آقا اینجا باید وارد معامله بشیم، میریم تو تایم خیلی پایین، تایم 1 دقیقه، اونجا یک خط روند کوچیکی ترسیم میکنیم، مثلا قیمت آقا ازش عبور میکنه و میشکنه، اینجا ما میایم وارد معامله خرید میشیم و باهاش به سمت بالا حرکت میکنیم. پس 3 تا کاربرد داره خطوط روند. اوکی، به عنوان حمایت و مقاومت عمل میکنه، روی شکست‌هاش میتونیم وارد بشیم و همینطور به عنوان یک تریگر ورود در تایم فریم پایین میتونیم از این خطوط روند استفاده بکنیم. حالا بریم روی چارت و چند تا مثال عملی از ترسیم شکست‌ها و عمل کردن به عنوان حمایت و مقاومت روی چارت به شما نشون بدم. خب دوستان گلم، برای ترسیم خط روند سعودی است کافی است که 2 تا دره، 2 تا کف رو به هم دیگه متصل بکنیم و شاهد ترسیم یک خط روند سعودی خواهیم بود. اوکی، حالا به چه کارمون میاد؟ آقا ما کشیدیمش، 2 تا کف رو به هم دیگه متصل کردیم، به چه درد ما میخورد؟ در تحلیل چجوری از این خطوط روند استفاده بکنیم؟ اولین کاربردش اینه، زمانی که قیمت برمیگرده به سمت این خط روند، ما انتظار داریم به عنوان حمایت عمل کنه. خط روند سعودی دیگه قیمت رو حمایت میکند دیگه. اوکی، پس انتظارمون اینه که قیمت از اینجا برگرده بره بالا. این اولین کاربردش. دومین کاربردش، آقا اومدیم و قیمت ازش عبور کرد، خط روند رو شکست. ما چیکار میکنیم؟ در این صورت تحلیل به من میگه آقا احتمالاً قیمت میخواد برگرده بیاد پایین و ممکنه اولین آلارم تغییر روند باشه. اوکی، پس روی شکست ها هم ما میتونیم ازش استفاده بکنیم. دقت بکنید دوستان، خطوط روند تایم فریم دارند. یعنی چی؟ یعنی یک خط روند اگر در تایم فریم هفتگی، ماهانه، روزانه ترسیم شده باشه، اعتبارش خیلی بالاست. احتمال اینکه بشکنه خیلی کمه. احتمال اینکه قیمت رو حمایت بکنه و نذاره پایین تر بیاد خیلی زیاده. پس خطوط روند تایم فریم دارند. خطوط روند تایم فریم پایین خیلی سریع شکسته میشن. مثلا یک خط روند 1 دقیقه‌ای را اگر بخوایم در نظر بگیریم، الان تو تایم فریم 1 دقیقه هستیم، این خط روند نزولی احتمال شکستنش خیلی زیاده. یعنی ممکنه خیلی سریع این خط روند بخواد بشکنه بره بالا و ما مثلا در تایم پایین می توانیم روی شکست این خط روند تریگر یا نشانه ورود بگیریم و به معامله خرید ورود بکنیم. دارم مثال میزنم ها. پس یکی از کاربردهای دیگه‌اش اینه که در تایم پایین چون سریع خط روند شکسته میشه، ما از اون به عنوان تریگر ورود استفاده بکنیم. دقت بکنید در اینجا مثلا شما تحلیل کردید در تایم بالا قیمت میخواد بره بالا، حالا میای در تایم فریم پایین این 2 تا قله رو به هم دیگه متصل میکنی. زمانی که این خط روند نزولی در تایم 1 دقیقه میشکند، شما وارد معامله میشی و میتونی این همه سود بگیری از قیمت. بریم سراغ یک مثال از روند نزولی. خب ببین الان مثلا تو تایم 1 دقیقه ما 2 تا قله رو به هم دیگه متصل کردیم و روی شکستش تونستیم پوزیشن باز کنیم. شما الان اولین کاری که باید بکنید چیه؟ میرید روی چارت و فقط قله ها و دره ها رو به هم دیگه متصل میکنید و کلی واسه خودت خط روند میکشی.
روی چارت هی تمرین میکنی، هی خط روند نزولی صعودی میکشی روی چارت، ببینی قیمت بهشون چه واکنشایی نشون میده، در تایم های بالا قیمت به خطوط روند چجوری واکنش نشون میده، در تایم های پایین قیمت چجوری به خطوط روند واکنش نشون میده. از اینا استفاده میکنید، تمرین میکنید تا یک ذهنیت جدیدی از خط روند در ذهن تشکیل بشه. بعداً حالا میایم در مورد مسائل پیشرفته ترش صحبت میکنیم. خب یک جمع‌بندی بکنیم دوستان گلم. برای ترسیم خط روند کافیه 2 تا کف رو با هم دیگه متصل بکنی یا 2 تا سقف رو با هم دیگه متصل بکنی و خط روند تو ترسیم میشه. و خطوط روند کاربردشون به عنوان حمایت و مقاومت یا در واقع روی شکست‌های خطوط روند ما میتونیم پوزیشن بگیریم، معامله بکنیم، ولی به تنهایی ازش استفاده نمی کنیم. و همچنین متوجه شدیم که خطوط روند تایم فریم دارن و در تایم های مختلف ما میتونیم خطوط روند مختلفی داشته باشیم و هرچه خط روند تایم فریمش بیشتر باشد اعتبارش بیشتره و احتمال شکست شدنش کمتره. و اگر خط روند تایم بالا بشکنه یعنی آقا روند کلا عوض شده. این نکات رو یادداشت بکنید، تمرین بکنید و این ویدیو رو حتما چند بار ببینید تا ملکه ذهنتون بشه. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه، زنگوله رو هم بزن تا هر ویدیو جدیدی میذارم سریع به دستت برسه. دوستت دارم. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.